سلام میکنم خدمت شما عزیزای دلم، آقا پسرها و دختر خانم های گل هفتمی. امیدوارم که حالتون عالی باشه. من دکتر گندمی هستم، مدرس شیمی و علوم تجربی. خوشحالم از اینکه این ویدیو آموزشی رو میخوام در خدمتون باشم. آخرین فصل از علوم هفتم، تبادل با محیط. خب دیگه زیاد مقدمه چینی نمی کنم. میدونید که جزوه‌های آموزشی ما در وبسایت carbonica.ir موجوده و تمام آموزش ها بر اساس همین جزوه‌های تخصصی صورت میگیره. بچه‌ها دوباره بیایید به عنوان فصل فکر کنیم. تبادل با محیط. تبادل یعنی چی؟ یعنی مبادله کردن، یعنی دادن و گرفتن، یه جورایی داد و ستد کردن. حالا با محیط، چرا با محیط؟ چی قراره با محیط تبادلاتی داشته باشه؟ از اون جایی که فصل قبلی رو یادمون هست در حوزه زیست شناسی صحبت کردیم و بیشتر تمرکز روی بدن انسان بود، پس الان میتونیم خیلی راحت پی ببریم اون چیزی که قراره با محیط تبادلات داشته باشه چیه؟ بدن انسان هست. خب بدن یه چیزایی میگیره، یه چیزایی هم میده. باید ببینیم که در واقع این تبادلات به چه شکله و کدوم دستگاه های بدن رو درگیر میکنه. بریم پایین تر. خب من دیگه سکوت میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همین عکس سمت چپ خودش گویای همه چیز هست. اونه که زرنگن خوب میتونن بفهمن که داره کدوم دستگاه مهم بدن رو نشون میده. خب مطمئنم که متوجه شدید. لحظه به لحظه نفس میکشیم، به کارهای خودمون در طول روزمره زندگیمون میپردازیم، ولی به نقش یکی از دستگاه‌های مهم بدنمون که کل فرایندهای حیاتی رو کنترل میکنه توجهی نداریم. حالا اون دستگاه چیه؟ بچه‌ها این عکس واضح‌تر نشون میده. این عکس داره نشون میده که ما در کنار اینکه غذا میخوریم و این غذا از یک مسیری عبور میکنه تا حالا در فصل سفر غذا یادتون هست دیگه چه اتفاقاتی برای اون لقمه غذا میفته تا انتها در کنارش همجوار با اون مثلا دهان و حالا بینی هم اگر در نظر بگیریم، علاوه بر این که راه ورودی غذا دهان هست، از طریق دهان و بینی هوا هم وارد بدن میشه. ولی وقتی که میاد پایین تر از حلق عبور میکنه، راه جدایی رو برای ادامه فرایندها در نظر میگیره. یعنی دیگه تو مسیر مری و دستگاه گوارش نمیره. کجا میره؟ میره تو دستگاه تنفس. کدوم لوله نقش هدایت دستگاه تنفس رو در کنار مری بازی میکنه؟ بله، نای هست که میدونید همزمان دریچه‌ای که وجود داره اجازه نمیده که این دوتا در واقع دریچه‌شون در یک لحظه با هم باز بشه. یعنی همزمان هم لقمه قورت داده بشه و هم نفسی کشیده بشه. این دقیقا همون لحظه‌ای هست که اصطلاحاً میگن غذا پرید تو گلوی شخص و سرفش میگیره. پس بنابراین این مکانیسم خودکار یک خلقت بسیار حرفه‌ای و تخصصی که دریچه‌ها خودشون منظم باز و بسته میشن. در هنگام نفس کشیدن ما نمیتونیم غذایی رو قورت بدیم و هنگام غذا قورت دادن هم اون لحظه نمیتونیم به صورت همزمان نفس بکشیم. اما یه نکته خیلی مهم وجود داره، میگیم نفس کشیدن یعنی دستگاه تنفس کارش چیه؟ اینجا نوشتیم براتون. اکسیژن یک گاز بسیار ضروری برای کل سلول‌های بدنه و در عین حال که اکسیژن جذب میشه، دی اکسید کربن هم پس داده میشه. خب این دستگاه تنفس تقریبا کارش برامون مشخص شد که میخواد چی کار کنه. حالا این شکل رو نگاه کنید. پس تبادل گاز هست با محیط بیرون. یعنی گاز مفید رو میگیریم، گاز مضر رو پس میدیم. طبق فصل قبلی که مقایسه ای رو با بدن سایر موجودات انجام میدادیم، باید بگم که خب اکثر مهره‌داران سیستماتیک با هم فرق داره سیستم تنفسشون. مثلا
فرض کنید پرندگان از سیستم تنفس خیلی پیچیده‌ای بهره میبرند، به خاطر اینکه خب میرن توی ارتفاعات، اونجا شاید اکسیژن کمتر هست و باید سیو اکسیژن داشته باشن به مقدار بیشتر. از اون طرف خب ماهی ها آبشش دارن، دوزیستان در یک بره از زندگیشون به کمک آبشش و در یک بره دیگه، البته اون موقعی که دارن به کمک آبشش تنفس میکنن، خب میدونید دیگه بعضیاشون تنفس پوستی هم تا حدی دارن و در هنگام بلوغ هم که خب این آبشش یه مقدار دگردیسی و این داستان ها درش شکل پیدا میکنه و تبدیل به شش میشه. ولی خب در کل مثلا خزندگان فلان اینا همه یه اساس کاری دارن. اما ما پستاندارها هم یه سیستمی داریم که خب شش داریم و گازها رو از طریق شش دریافت میکنیم، جذب میکنیم و به اقصا نقاط بدن این اکسیژن مفید باز هم به کمک خون انتقال پیدا میکنه و به مقصدش میرسه. از اون ور هم که میدونید دیگه خون کارش گردشه، از اون ور که گاز مفید رو میبره مضر رو هم برمیگردونه. و حالا اینجا یه موضوعی مطرحه، دم و بازدم. یه نفس عمیق بکشید بچه ها. بله، عمل دم یه مقدار آرامش هم میده. دیدید مثلا میرید پیش پزشک میگه خب یک نفس عمیق بکش، میخواد اون لحظه استرس رو ازت دور کنه. یه نفس عمیق بکش. میرید سر جلسه امتحان، مادر یا پدر یا معلم بهتون میگن وقتی ورقه رو بهتون میدن اون لحظه یک نفس عمیق بکش. اون آرامش لحظه‌ای به خاطر اکسیژنیه که به مقدار بیشتر به تک تک سلول های بدنتون میرسه. پس ببینید که مکانیسم بدن انسان چقدر جالبه. طی عمل دم ما هوا رو وارد قفسه سینه میکنیم و طی عمل بازدم هوا رو خارج میکنیم. اکسیژن باید دریافت و کربن دی اکسید باید پس داده بشه. خب اینجا هم در رابطه با یه سری جزئیات صحبت کردیم. یه مبحثی هم هست که شاید به نظر من خیلی مهم باشه، اونم بحث داخل دستگاه تنفس و شش هاست. حالا شما اگر در رابطه با کیسه‌های هوایی که توی ریه انسان هست اطلاعات داشته باشید، میدونید که ما یه سری نایژه داریم و یه سری نایژک داریم و اینها خودشون کاری که انجام میدن خیلی مهمه که دیگه اگر بخواید ساختار دستگاه تنفس رو خیلی دقیق بدونید، باید اولا مسیر رو دقیقاً بشناسید که هوا از کجا میاد، دقیقاً چه مسیرهایی رو طی میکنه، به کجا میرسه و کل اجزا و ساختار دستگاه رو بشناسید و بدونید که خب حالا اینجا گفتیم. بذارید من اینو براتون بخونم. ببینید یه آزمایش جالب هم هست، جلوتر بهش میرسیم. اون آزمایش هم خودش گویای کل سیستم دستگاه تنفس و مکانیسم عملکردش هست. ببینید میگه نای 2 شاخه داره که بهش میگن نایژه. نایژه ها هوا رو به نایژک ها منتقل میکنن که به تعداد زیاد تو شش ها پراکندن و در انتهای این نایژک ها هم کیسهای هوایی قرار دارن. میبینید که خب هوایی کم رطوبت هم پیدا میکنه و به این صورت جذب میشه. حالا باز اینجا یه مقدار سیستماتیک در تصویر رو شما ملاحظه میکنید. یادتون نره بچه ها که توی درس علوم به تصاویر خیلی دقت کنید. دیدید دیگه من هر وقت به تصویر میرسم مکس میکنم. علتش هم این هست که میخوام ثابت کنم که این تصاویر خیلی مهمه و باید ما روش تأمل کنیم، دقیق نگاه کنیم، اجزا رو به دقت بررسی کنیم. گاهن از توی همین تصویرها سوالات امتحانی مطرح میشه. و البته خشخش گوسفند هم دقیقا مثل قلب گوسفند قابل تشریح در آزمایشگاه هست که خب اون معلم های علومی که خیلی دلسوز هستن و البته تخصصی هم در این زمینه دارن، یعنی به زیست شناسی علاقه‌مندن، گاهن پیش میاد برای دانش آموزها این تشریح رو انجام میدن. ساختار مثلا این سیستم تنفسی یا همون شش ها رو برای در واقع دانش آموزها به دقت مشخص میکنن که خب شباهت هایی رو هم داره به دستگاه به شش های بدن انسان. و اینجا هم خب
باز یه شکل دقیق تر رو داریم که گفتیم علاوه بر نایژک ها تعداد زیادی رگ های خونی دیده میشه. این رگ ها شامل سرخ رگ ها برای آوردن خون به شش ها و سیاه رگ ها برای بردن خون از شش ها هستند و ارتباط های بین شش ها و حالا در واقع گازها بین خون و کیسه های هوایی از طریق مبادله‌ای که به کمک موی رگ ها صورت میگیره انجام میشه. یعنی در واقع خود رگ ها چون حجم خون بیشتری رو منتقل میکنن مستقیما با اجزا در ارتباط نیستن. این ارتباط به کمک موی رگ ها صورت میگیره و خب دیافراگم هم طی عمل دم و بازدم روی ناحیه شکمی تغییراتی رو ایجاد میکنه که خودتون میتونید این آزمایش رو انجام بدید و متوجه تغییرات بافت شکمی بشید هنگامی که تنفس صورت میگیره. این هم همون آزمایشیه که خدمتتون گفتم که در خونه هم قابل انجامه. یعنی به این صورت که شما میتونید خیلی راحت اون سیستم تنفسی رو نشون بدید. البته یه تفاوت اینجا وجود داره بین دستگاه تنفس و گوارش. ببینید دستگاه گوارش اگه یادتون باشه مدخل یه جاست، مدخل ورودی و خروجی جای دیگر. یعنی فرض کنید که اتفاقاتی که سر همون سفر غذا که صحبت کردیم رخ میده برای لقمه غذامون تا عمل هضم و جذبش صورت میگیره تا اینکه خب حالا در انتها از مسیر خارج میشه. اما در دستگاه تنفس راه ورود و خروج یکی هست. خب یعنی مدخلش یکی هست. شما از طریق هم بینی و هم دهان میتونید هوا رو هم طی عمل دم دریافت و جذب کنید و طی عمل بازدم از همون مسیر گازها خارج میشن و این رو میتونید اینجا ببینید که وقتی از اون لوله‌ای که به اصطلاح نای هست وقتی فوت میکنن بادکنک ها که حالا نقش شش ها رو دارن باد میشه و طی عمل بازدم خالی میشه. حالا اون دیافراگم هم که حالا گفتیم میتونه باعث باد شدن بادکنک ها بشه، خودش یه بادکنک هست که وقتی به پایین کشیده میشه باعث باد شدن بادکنک ها میشه که وقتی رها هم میکنن باز دوباره باد داخل بادکنک هایی که به اصطلاح ششن و صورتی رنگن خالی میشه. در کنار همه این موضوعات یک مسئله دردناک وجود داره که همتون میدونید. صنعتی شدن کشورها باعث شده که خب کارخونه ها توسعه پیدا کنن، ماشین ها در خیابون ها افزایش پیدا کنن، جمعیت زیاد میشه، استفاده از دستگاه ها و حالا کلا صنعت رشد پیدا میکنه و کارخونه ها باعث میشه که بعد از اینکه سوخت های فسیلی رو مصرف میکنن گازهای کربن دار، نیتروژن دار و گوگرد دار رو پخش کنن تو هوا. بچه ها میدونستید باعث چه اتفاقی میشه؟ اتفاق و معضلی که رخ میده این هست که ما که قرار اکسیژن مفید رو جذب کنیم در کنارش این آلاینده ها هم جذب میشه در بدنمون و خب بیماری های تنفسی صورت میگیره. اینا درسته غلظتشون خیلی کمه و گزارش ها بر حسب ppm هست، یعنی نسبت در میلیون، ولی یادتون باشه که همین ها هم اگر از یه حدی بیشتر بشن توی هوا خب سیستم مثلا میدونید دیگه حالا ارزشیابیش به این صورتی که مثلا اگه از یه حدی بیشتر بشه هوای سالم جای خودشو میده به ناسالم، بعد ناسالم تبدیل میشه به هوای خطرناک که غالبا میگن سالمندان یا اون فرزند بچه‌ای که مشکلات تنفسی اینها دارن خردسال‌ها اینها بیرون نیان چون در محدوده خطرناک هست هوا و این گازها البته برای هر کسی مضره ولی خب اونها بیشتر آسیب پذیر هستن. این هم باز یک تصویر که متاسفانه تصویر خوبی نیست و حس خوبی رو منتقل نمیکنه. اینکه ما یک هوای پاک از شهر تهران رو میبینیم در کنارش در یک روز آلوده میبینیم که به چه شرایطی در اومده که معمولا در فصلهای پاییز که وارونگی هوا اتفاق میفته خب بیشتر هم ما با این مسئله روبرو هستیم. بچه همونطور که مغز خب توسط استخوان بندی و بافت استخوانی که حالا حفاظت میکنه از اون جمجمه هستش، قلب و ششها هم تحت حفاظت قفسه سینه و دنده هایی هستن که در بدن این کار رو به عهده داره. اینجا دیگه چیزی نداریم، فقط من بچه ها بهتون بگم که دستگاه دفع ادرار رو هم جزو همین فصل
ما توضیح میدیم این جزوه من هست، اگر دوست داشتید به صورت کامل این رو داشته باشید اسلاید های زیادی داریم. حالا نمیدونم دقیقا چند تا اسلاید هست، 741 کل علوم هفتمه. حالا اگر بخواید مثلا تک فصل هم جزوه ها در وبسایتمون هست، موجوده، شما میتونید برید ملاحظه کنید اگر دوست داشتید دریافتش کنید. اگرم مثلا یه فصل رو تهیه کردید دیدید مناسب خوبه، میتونید جزوه کامل رو داشته باشید. فقط من این رو بگم بچه ها، من جزوه هم تصویر محوره و سعی کردم مفهومی توضیح بدم. حالا آموزش خودم به عنوان یک پشتیبان در کنار شما هست، هرچند که میبینید واقعا در یک جلسه الان 15 دقیقه صحبت کردم، واقعا نتونستم کل مباحث این فصل رو آموزش بدم، ولی تا جایی که تونستم و وقت بهم اجازه داده مباحث مهم رو خدمت شما ارائه دادم. باز هم اگر جزوه ها رو تهیه کردید و به مشکل برخوردید من در خدمتتون هستم. خب براتون آرزوی موفقیت دارم. خدایا رو نگهدارتون.